با عرض سلام و احترام و خانوادگی هر یک شما بیننده های گرامی، نمایش نوبتی شفاخانه طبیعت را از شبکه تلویزیون علم و طبیعت براتون منظور می سازیم. بیننده های عزیز، صحبت خواهیم داشت با دکتر علم های طب پروفسور جهانی ازانزاد. خصوصیت های شفایی و غذایی میوه چهارمغز از نگاه شما. چهارمغز یکی از جستنی های غذایی و شفایی قدیمترین به حساب می‌رود. باید تذکر داد که درباره چهارمغز در رساله های علمی خود عالمان برجسته یونان و ریم قدیم از جمله دیاسکورید، پلینی، سیسرون، گرادات و دیگران بسیار معلومات های عمیق دادند. از جمله گرادات می نویسد که در واویلان قدیم با آدمان عادی از خاطر آنکه فعالیت فکرانیشان بلند نشود خوردن چهارمغز منع کرده شده بود و از این لحاظ چهارمغز در بلند برداشتن قدرت جسمانی و فکرانی انسان نهایت نقش مهم را به جا می‌آورد. همه خصوصیت های چهارمغز با ترکیب کیمیایی آن وابستگی عمیق دارند. چهارمغز درختی با حشمت بارآور غذایی بوده در بسیار گوشه و کنار دنیا پهن شده است. آن را قریب در همه گوشه و کنار تاجیکستان پرورش می‌کنند. در ترکیب چهارمغز نورسیده مقدار زیادی ویتامین های B1، B2، ویتامین C، کاروتین، فلاوونوئید ها، کومارین ها، موادهای فعال دیگری بیولوژی از جمله کالی، کلسیم، مگنی و دیگر موادها بای است. در ترکیب چهارمغز رسیده که مقدار این الیمنت ها آموخته شده معین کرده شده است که در ترکیب چهارمغز رسیده تا 25 میلی گرم فایز سفیده، تا از 65 تا 75 فایز روغن، از 10 تا 15 فایز کربوهیدرات ها یعنی قندها، 2 از 10 3 فایز غازهای غذایی، نخهای غذایی، 1340 میلی گرم مواد کالی، 467 میلی گرم فسفر، 274 میلی گرم فایز کلسی، 270 میلی گرم مگنی، 6.5 میلی گرم مواد آهن، بغیر از این ارزیز، سلور، کوبالت، نیکل و ویتامین های گروه A، E، B، C معین گردیده است. غیر از این در ترکیب برگ چهارمغز الکالوئید ها، روغن های عطری و کومارین ها معین کرده شدند که همه اینها برای بنیه انسان فایده کلان دارند. قیمت غذایی چهارمغز خیلی بلند بوده. در 100 گرم چهارمغز 565 کیلوکالری نیرو موجود است. 100 گرم چهارمغز برای انسان اگر هنگام خوردن 100 گرم چهارمغز 565 کیلوکالری نیرو حاصل می شود که نسبت بسیاری از رستنی ها نیروی رستنی های غذایی نیروی چهارمغز بلندتر است. 1 کیلو چهارمغز قدرت 1 کیلو گوشت، 1 کیلو نان، 1 کیلو شیر، 1 کیلو ماهی، 1 کیلو کارتوشکا و 1 کیلوگرم میوه و سبزیجات را در بر میگیرد. این معنای آن را دارد که این گفته های من همش برابری قدرت نیرویی 1 کیلو چهارمغز می شوند. من چقدر قدرت نیرویی چهارمغز بلند است. و غیر از این یک چهارمغز 200 300 تا 500 کیلوگرم میوه می دهد. یعنی چهارمغزهای بابا رسیده کلان میوه می دهند و اگر از لحاظ روغن حساب کنید 8 دانه چنین چهارمغز برابری
برابری روغنی از 1 گکتار حاصل کرده ای یعنی افتوپرست با اون برابر است 8 دانه 8 درختی چهارمغز 8 درخت و ما میدونیم که در ترکیب چهارمغز روغنهای ناصری چربویی یعنی همون روغنهایی که برای بولیه انسان فایده کلان دارد ترکیب چهارمغز از همین روغنها بوی است مثال در ترکیب چربوهای حیواناتی اگر ما روغنهای سیر شده که آنها باعث سر زدن بیماری های رگ های خونگرد و دل و دیابت قلب دیگر می شوند روغن چهارمغز از روغن های از کسلات های چربویی ناصر بوی است و مجموع کسلات های چربویی ناصر بوی است و برای تامین کردن این کسلات ها به هر آدم اگر در یک روز 20 دانه چهارمغز استعمال کند همین طلبات بسنده است یعنی همین طلبات تامین کرده می شود از این لحاظ چهارمغز یعنی چخیلی گفتیم یکی از رستنی های معمول و فایده بخش یعنی میوه های چهارمغز برای بولیه انسان فایده کلان دارد. از قدیم الایام میوه چهارمغز را همچون محصولات غذایی و دوایی استفاده می بردند. میگویند که گوبرناتیس در کتاب روایت های در آیین رستنی ها آورده است که در زمان کروش کبیر در فارس در پایتخت فارس مکتب باغبان ها وجود داشت که در آنجا در بین همه میوه ها چهارمغز جای نمایان را یعنی اشغال میکرد. برای چی اصلا همین رو میبینم چهارمغز یونانی میگویند. بسیار میخواستم که اطراف همین مفهوم یک کمی معلومات میدادید. امروز چهارمغز رو با یک نامی با اون نامناسب چهارمغز یونانی میگویند که این خطا هست. چهارمغز با نام چهارمغز فارسی در اصل یک از پایتخت فارس یعنی با یونان برده شد و در آنجا او را در ریم و در یونان کاریدند و در آنجا او با نام چهارمغز فارسی یعنی چهارمغز تاجیکی نام داشت و ممکن که همون چهارمغز را نوکران اسکندر مقدونی از یگان ناحیه تاجیکستان برده باشند و اساساً در بسیاری مجله در بسیار رساله ها خواندم که وطن چهارمغز تاجیکستان است و یک نمایش در یک برنامه میر تماشا کردم که در یکی از دولت های همسایه چهارمغز را چهارمغز خودی اعلان کردند و او را گویا به اسکندر مقدونی در ظرف های زیبا پیشنهاد کردند و در اینجا گپ در سر آن است که در زمان اسکندر مقدونی آن خلقها در اینجا وجود نداشتند فقط آریاها بودند در اینجا اولادان تاجیکان سکیها مسگدها و دیگر اولادهای تاجیک بودند و از این لحاظ درست است که گفته شده است که وطن چهارمغز تاجیکستان است و این مالی یعنی تاجیکان است. درباره چهارمغز در رساله ها و کتاب های عالمان برجسته تاجیک و فارس از جمله ابوبکر الرازی، ابو علی ابن سینا، محمد حسین شیرازی، محمد موئین و دیگر و بعد عالم ارمن امیر دولت اماسچیانی یعنی گفته های زیاد است نوشته های زیاد است از جمله ابو علی ابن سینا میگوید که چهارمغز برای بیماری های عضو های هاضمه بیماری های راه های نفس و همچون گیجران یعنی ابن سینا آن را استفاده می‌برد. استاد میگوید که اگر کوفته برگ های چهارمغز را با عسل با گوش چکانند درد گوش را یعنی شفا میبخشد از نقریز و بواسیر دوا است. طبیبان حاذق زکریای رازی، ابو علی ابن سینا، امیر دولت اماسیاسی، محمد حسین شیرازی مغز دانه چهارمغز را
برای معالجه بیماری‌های راه نفس، کسلی‌های عضوهای هاضمه، رفع کرم‌های شکم و همچون غذایی که بدن را فربه می‌سازد می‌فرمودند. چارمغز رو در طب مردمی نیز وسیع استفاده میبرند. در اصل کوفته برگهایش را، دمخورده برگهایش را، یعنی برای طبابت بیماری های خارجی، بیماری های بیرونه، بیماری های پوست، درماتیت ها، دیاتز ها، نقطه های سرخ در بدن پیدا می شود، یعنی دیاتز ها، و برای طبابت زرد زخم استفاده می برند و حتی جوشابه و دم خوردهش رو برای طبابت، یعنی هنگام فشار بلندی و دیابت قند استفاده می برند. استعمال چارمغز برای بیماری های عضوهای هاضمه، برای بیماری های جگر و برای بیماری های گرده نیز فایده کلان دارد و در بعضی رساله ها و معلومات های علمی آمده است که چارمغز برای بیماری های دل و رگ های خونگرد، حتی برای پیشگیری بیماری سرطان فایده دارد. ما هنگامی که آیید ترکیب کیمیایی چارمغز سخن گفتیم، ما گفتیم که در ترکیب چارمغز مواد کلی تا 1340 میلی گرم، مواد مگنی تا 270 میلی گرم معلوم است. این دو مواد غذای دلند. آنها یعنی قدرتی همون کارشایمی دل را، تامین دل را با مواد های غذایی، یعنی همچون آنها غذای موشک های دل به حساب می روند. و ما چندی بار تکرار کردم که مواد کلی در تنظیم آوردن نساج کلیوی و نتریه‌ای نیز نقشی مهم دارد. از این می‌باید که هنگام بیماری های دل حتی توصیه می‌باید، یکی از عالمان با نام پیلات توصیه می‌دهد که چارمغز هنگام دیق دل، سکته دل، فشار بلندی استعمال آن برای انسان فایده نهایت خوب دارد. در طب معاصر میوه چارمغز و روغن آن را چون خوردنی پرهیزی برای معالجه بیماری های اتروسکلروز، کم نیرویی، کسلی های معده و جگر توصیه میکنند. از میوه چارمغز پوستی آن، از لفافه آن مواد یوگالون استحصال میکنند، یک داروی با نام یوگالون که آن خصوصیت ضد التهابی و ضد باکتریوی دارد و آن را هنگام این بیماری ها، هنگام التهاب لیسه ها، یگان زخم های دهان یا یگان زخم های دیگر استفاده میبرند. غیر از این شیره برگ های چارمغز را با عسل آمیخته هنگام یره ها، یعنی زخم های چرک و فسادناک میگذارند، زیرا که آنها چرک و فساد را خارج میکنند و با پیوندشوی زخمی بوده یعنی مدد میرسانند، که این هم با ترکیب همان موادهای داخلی آن وابستگی دارد. نقش دیگری چارمغز در روغن چارمغز است. روغن چارمغز نهایت روغن قیمت بها است و برای انسان نهایت فایده خوب دارد. باید تذکر داد که روغن چارمغز ماهیت غذایی و شفاییش را ما با کسلات‌های چربویی ناصر آن علاقمند دانستیم و ما می‌دانیم که کسلات‌های چربویی ناصر در پس کردن مقدار خلسترین در ترکیب خون، در برهم دادن دیواره‌های خلسترینی رگ‌های خونگرد، در تازه کردن رگ‌های خونگرد بسیار نقش مهم اجرا میکنند و در پیشگیری بیماری یعنی سودتبندی رگ‌های خونگرد، بیماری اتروسکلروز فایده خوب دارد. در ادبیات ها باز آمده است که روغن چارمغز، خود میوه چارمغز از لحاظ آن که در ترکیبش ویتامین ضد اکسیدی بهترین ویتامین ی موجود است، از این لحاظ در پیشگیری همون بیماری پرستاتیت فایده کلان دارد. هم روغنش هم خودی چارمغز فایده دارد. فایده را ما در چی فایده در اون نیست که یک چارمغز خوردی و همان
دیگر نخوردی و فایده گرفتی. اگر هر روز 5-10 دانه چهارمغز مثال انسان 5 دانه اگر استعمال کند در این حالت در مدتی 14 روز یا 20 روز اگر استعمال کند این فایده رو همون تأثیری شفا بخشی اون رو حس کرده میتواند. لیکن وقتی که ما میگوییم که این مواد فایده دارد اون مواد فایده دارد و در یک بار خوردن 2 بار خوردن او تأثیر نمیرساند و از این لحاظ یعنی استفاده چهارمغز در بلند کردن باغ قدرت جسمانی مردان پیشگیری بیماری پروستاتیت و ادنوم را حتی پیشگیری میکند فایده کلان دارد. استفاده روان چهارمغز که منبع کسلات‌های چربوی ناصر و ویتامین ضد اکسیدی ی می باشد برای معالجه بیماری‌های گوناگون جگر، رگ‌های خون و از جمله اتروسکلروز فرموده می شود. غیر از این چهارمغز در پیشگیری بیماری سرطان هم نقش مهم اجرا میکند زیرا که ما خیلی گفتیم در ترکیبش ویتامین ی ویتامین ا موجود است و این دو ویتامین ضد اکسیدی در افزایش یافتن همون حجره ها را منع میکنند نمیگذارند و از لحاظ میتوان که با استفاده همون موادهای از چهارمغز استحصال شده میوهش روغنش اگر ما استفاده کنیم بسیار کاری خوب است و این هم ما از ایام جوانی میدیدیم که لفافه چهارمغز را همیشه برای سفید کردن دندان ها استفاده میبردند و این هم در یک لحاظ که در ترکیب آن 437 میلی گرم فیوز فسفر هست اون هم در پیشگیری با همون کری است سیاه‌شوی دندان ها نقش مهم اجرا میکند و مالیدن آن به دندان ها این هم یک فایده دارد خیلی با از بعض همون نقصهایی که در داخل دهان است میتواند که پیشگیری کند و غیر از این در ترکیبش پوستیان مواد دباغی کننده و مقدار زیاد هست آنها هم یعنی تاثیر ضد التهابی دارند و در این روند فایده کلان دارند و باید یک چیز دیگر رو تکرار کنم که استعمال چهارمغز سیاه شده الکه سیاه شده و بنیه انسان تاثیر زهرآگین میرساند و بسیار خواهش میکردم که اگر شما وقتی چهارمغز کهنه شده است و الکه یک بوی مزه غلیظ پیدا کرده است از این چهارمغز استفاده نبرید زیرا که به بنیه شما تاثیر زهرآگین میتواند که برساند. بیننده‌های گرامی اینجا نمایش نوبتی شفاخانه طبیعت به فرجام میرسد. خیر تا برنامه آینده.